سلام عرض ادب خدمت بینندگان عزیز. اخیراً چندین نفر مراجعه کردن و اعلام کردن که پول ما از حسابمون برداشت شده. ببینید بزرگواران، وقتی که پیامکی به ما ارسال میشه و ما دریافت میکنیم، مبنی بر اینکه سود سهام عدالت اگه میخواید دریافت کنید بر روی لینک بزنید، یا اگر ابلاغیه الکترونیکی میخواید مشاهده کنید بر روی لینک بزنید، یا اینکه بر علیه شما شکایت شده اگه سریعا اقدام نکنید محکوم میشید، جلبتون صادر میشه، یا اینکه مثلا جایزه‌ای برای شما در اومده. ببینید کلاهبرداران حرفه‌ای جدیداً دیگه از راه‌های سنتی برای کلاهبرداری استفاده نمی‌کنن، بلکه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی با ارسال لینک‌هایی که اینا تعبیه کردن به شما ارسال می‌کنن و شما از طریق این لینک‌ها وارد میشید و اطلاعات حساب بانکی و اطلاعات شخصی خودتون رو وارد می‌کنید و اینا با کپی اطلاعات کارت بانکی شما اقدام به تخلیه حساب بانکی می‌کنن که درسته که از طریق پلیس محترم فتا قابل پیگیری و بازگشته، ولی پروسه دادرسی و رسیدگی طولانیه. پول شما رو میبرن، شما 5-6 ماه بایستی دوندگی داشته باشید تا بتونید پول خودتون رو برگردونید. پس توصیه میکنم هر گونه پیامکی از هر نهادی که به شما میاد با اسم هر نهادی، شما لینک هایی که میاد اصلا باز نکنید. بعضا مشاهده شده در پیام رسان های روبیکا یا تلگرام از طریق اعضای خانواده ما، دوستمون، پیامکی به ما ارسال شده که من سود سهام عدالتمو دریافت کردم، شما هم سریعا بزنید و دریافت کنید. نه، اینا میان از طریق هک کردن شماره مجازی بستگان ما، از طریق اونا به ما پیامکی ارسال میکنن، در حالی که روح اونا هم از این قضیه خبردار نیست. پس آگاه باشید و به دیگران هم اطلاع بدید. هر گونه لینکی که به شما ارسال میشه به هیچ وجه اون لینک ها رو باز نکنید و اگر هم باز کردید اطلاعات کارت بانکی و اطلاعات شناسنامه خودتون رو وارد نکنید، چرا که از این طریق کلاهبرداران با سوء استفاده از اطلاعات بانکی و مالی شما اقدام به تخلیه حساب‌های بانکی شما خواهند کرد.